شخصی که از او سوال میکنن میگن نیت به حج رفتن دوری و گوید که برای من مهم نی اینترس میگوید مقصد به قول دیگه آیا در ایمان و شگون خلل مثل ضرر میرسد. اگر اگر به هر حال یک بار اول فهمانیده میشد. یعنی حج برای مسلمان فرض است گفت. این فرض و من به این کارهای دین عموما اینترس نمیگود و علاقه از دین برآمدگی است. دیروز وقتی درباره حج گپ زدیم یک آدم در زیر نوار بود در کجای نوشته است که ای دوملا من در روسیه شب و روز کار میکنم اویلی که ما میگیریم به خانه میفرستانم چه خیلی تو حج فرض است میگویی من با کدام پول حج روم گفتم خیلی نوشته است بفهم آخر تو مکتبم نغز نخوندی تو اصلا سخن نمیفهمی ما کی گفته است توی که حج رو تو پول نداری این حج برای پولدارا هست و تو وقتی که هر ماهت صرف میکنی تو پول ذخیره نداری کی توی حج برم من از کجا حج روم من پول ندارم گفته است و تو کی مجبور کرد از حج رو گفته حتی اگر پولدار باشیم تو کی مجبور میکنه کسی پول دارد و به حج نمیرد او اختیار داره خودش شریعت مجبوری نیست ما تو مجبور کرده نمیتونیم نخواهی نرو فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر الله تعالی میگه که کسی خواهد ایمان بیاره کسی خواهد کافر شود هیچ کس تو مجبور کرده نمیتونه تو کمبغل باشی تو هیچ کس امر نکرده از حج رو گفته سخن نمیفهمد این مردم بعد میگه که ای فلانی من از کجا پول یافته روم و هیچ کس تو نگفته است پول یافته رو کسی پولدار باشد میره بنابراین اگر حج فرض شد و حج برای من اینترس نگوید کافر میشد لیکن گفته میشد اول که این گپت خطر دارد این حج رکن اسلام است این فرمان الله است گفته یک بار فهمانیده میشه